رویای دیدن مسی چیزی که سرانجام به واقعیت پیوست. همه چیز از طرح لباس مسی روی خریطه پلاستیکی آغاز شد و آهسته آهسته تصاویر مرتضی ملقب به مسی کوچک با این لباس پلاستیکی دستساز در صفحات اجتماعی میان کاربران افغانستان و جهان دست به دست شد، تا جایی که این عکس به دست لئو مسی فوق ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا رسید. مسی کوچک به کابل آمد و این بار ستاره بارسلونا پیراهن امضا شده تیم ملی آرژانتین را برای کوچکترین هوادارش فرستاد. پس از دریافت این پیراهن، مرتضی و خانواده وی به دلیل تهدیدهای امنیتی دیگر به جاغوری برنگشتند و راهی پاکستان شدند، تا اینکه با ابتکار یک شبکه تلویزیونی در قطر و در حاشیه دیدار بارسا و الاهلی عربستان این فرصت فراهم شد و روز پیش از این بازی مرتضی همراه با پدر رهسپار دوحه پایتخت قطر گردید. فقط چند ساعت پس از ورود مسی به دوحه، مرتضی احمدی موفق شد تا در هتل محل اقامت این باشگاه اسپانیایی با او دیدار کند و رویای شیرینی که او در سر می‌پروراند سرانجام به واقعیت پیوست.